شما کسی هستین که بی احترامی کردین به من و من در طی 5 سال به شما هیچی نگفتم. من کجا بهت بی احترامی؟ شما تو برنامه‌تون به من بی احترامی کردین. کدوم برنامه؟ برنامه 7 شما به من بی احترامی کردین. شما به شدت آدم باسواد و منحصر به فردی هستین به جهت داشتن حافظه بی‌نظیر. شما توی برنامه ور دارید به من توهین کنید. توی خنده به من گفتید که حامد تو این سبکی بازی می‌کنی، به اصطلاح مردم میگن این دیوونه بازیایی که می‌کنی توی سن 40 سالگی به یه هنرمندی مثل من وقتی میگین دیوونه بازی، من به خودم نگاه می‌کنم میگم آقای جیرانی دیوونه بازی تعریف داره، پرانتز داره، یک گپ داره. من خیلی از شما کم توقعیم شد. فکر نمی‌کنی که اگر به یک بازیگری که جوان هست و چشمش به دهان مبارک شما دوخته شده وقتی میگی دیوانه و خودش فکر میکنه منظور چیه، گاهی اوقات باید پاورچین حرف زد، باید مراقب بود، باید کسی پشت اون شیشه نازک شکسته داره زندگی میکنه، شاید یه تلشنه به دستش فرو بره، به احساسش فرو بره. کسی